هشدار تحقیقات فدرال آمریکا درباره احتمال حمله پهپادی ایران به ایالت کالیفرنیا آن را از ادامه بحران انسانی در نوار غزه هشدار می‌دهد. و رجب طیب اردوغان فاصله گرفتن از آموزه‌های قرآن از عوامل مشکلات جهان اسلام است. به خبرهای این لحظه از آریا میدیا خوش آمدید. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI به نهادهای مجری قانون در سراسر ایالت کالیفرنیا هشدار داده است که احتمال دارد ایران به یک حمله غافلگرانه پهپادی در این ایالت انجام دهد. بر اساس گزارش روزنامه لاس آنجلس تایمز که روز پنجشنبه منتشر شده، منابع آگاه گفتند که در حال حاضر هیچ اطلاعات امنیتی قابل اتکایی که چنین سناریویی را تاکید کند وجود ندارد. با این حال این هشدار برای افزایش آمادگی نهادهای امنیتی و انتظامی صادر شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی این احتمال مطرح شده که ایران قصد داشته باشد یک حمله غافلگرانه با استفاده از پهپاد انجام دهد. گفته می شود این حمله ممکن است از یک شناور ناشناس در نزدیکی سواحل ایالات متحده صورت گیرد. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود گفته است که هشدار بر اساس اطلاعات صادر شده که گارد ساحلی ایالات متحده دریافت کرده بود. روزنامه لاس آنجلس تایمز همچنین گزارش داده که اداره تحقیقات فدرال آمریکا از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرده است. در همین حال سازمان امداد و کاریابی برای پناهندگان فلسطینی موسوم به آنورا از ادامه وضعیت دشوار انسانی در نوار غزه خبر داده است. این سازمان در گزارش اعلام کرده است که باشندگان نوار غزه همچنان در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند و روند انتقال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه با محدودیت‌های جدی روبرو است. آنورا روز چهارشنبه در گزارش اعلام کرد که در 28 فبروری مقامات اسرائیلی تمام گذرگاه‌های منتهی به نوار غزه را بستند. اقدامی که نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی و تامین سوخت مورد نیاز برای ادامه فعالیت‌های بشردوستانه را به چالش کشیده است. آنورا تاکید کرده است که با وجود این محدودیت‌ها، فعالیت‌های امدادرسانی خود را متوقف نکرده و تلاش می‌کند خدمات بشردوستانه را ارائه دهد. حتی در مواردی که محموله‌های کمک رسانی برای مدت طولانی در مسیرها متوقف شدند. در خبر دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که یکی از عوامل مهم مشکلات و ناکامی‌ها در میان مسلمانان فاصله گرفتن از آموزه‌های قرآن است. او روز چهارشنبه در سخنان تاکید کرد که بسیاری از چالش‌هایی که جوامع اسلامی با آن روبرو هستند به دلیل کم توجهی به تعالیم و ارزش‌های قرآن به وجود آمده است. به گفته اردوغان، جوامع اسلامی برای رسیدن به پیشرفت و توسعه نیاز دارند تا توجه بیشتری به آموزه‌های قرآن داشته باشند و این تعالیم را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار بگیرند. رئیس جمهور ترکیه همچنین بر ضرورت تقویت همبستگی و همکاری میان کشورهای اسلامی تاکید کرده و گفت پایبندی به اصول اسلامی میتواند زمینه‌ساز وحدت، پیشرفت و ثبات بیشتر در جهان اسلام شود. برای دانستن اخبار داغ افغانستان، ایران و جهان، کانال ما را سابسکرایب نمایید و دکمه زنگوله را فشار دهید.